صفیه دختر حی ابن اخطب رئیس قبیله بنی نظیر و زن کنان ابن ربیع از رؤسای خیبر بود. بنابر روایت کتاب المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی جلد 2 صفحه 513، پس از فتح خیبر توسط مسلمین و اسارت زنان یهود، پیامبر از میان اسیران صفیه را انتخاب کرد و در شب همان روزی که از خیبر به مدینه باز میگشت با وی همخوابه شد. طبق حکم اسلام که در آیه 24 سوره نساء آمده است، زنان شوهردار بر شما حرام است مگر آنها را که از راه اسارت مالک شده اید، زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است. اینها احکامی است که خداوند بر شما مقرر داشته است. بر طبق همین آیه قرآن در زمان عمر بن خطاب که مسلمانان ایران را فتح کردند، به زنان شوهردار و دختران ایرانی تجاوز شد. عبدالحسین زرینکوب در کتاب 2 قرن سکوت می نویسد تازیان 300,000 زن و دختر ایرانی را به بند کشیدند و به نوبت به آنها تجاوز کردند که فرزندان پدر ناشناخته بسیاری بر جای نهادند. در چند سال اخیر هم نیروهای داعش به حکم همین آیه بسیاری از زنان سوریه و عراق را مورد تجاوز قرار دادند و در نهایت به فروش. صفیه